خب دوستان سلام، عرض ادب، رجبی هستم. تخصصم پیدا کردن نشریه پنهان، اعلام نشتی کردن، استخرشون آب کم میکرد، اومدیم براشون دستگاه گذاشتیم، نشتی رو پیدا کردیم براشون. همونطور که مشاهده میکنید استخر از این قسمت ترک خورده بوده و اون قسمت و ما تحریمش رو داریم با یه مواد مخصوصی برای آب بندی که استفاده میشه، مخصوصا استخر و ترک هستش، داریم پر میکنیم که بعد از پر کردن استخر و رفتن رو فشار دوباره ترک نخوره. این از پایان کار که میبینید مواد کار شد. این مواد 12 ساعت میمونه کامل خشک میشه. این مواد ارتجاعی هستش که در صورتی که دوباره این ترک باز بشه این مواد حرکت میکنه و اون ترک رو کامل پر میکنه. یاد میگه دیگه اجازه نمیده ترک بیشتر باز بشه.